سلام. شما درباره زنبور عسل چقدر میدونید؟ میدونستین توی هر کندوی یه ملکه وجود داره که اگه یه زمانی زنبورا ملکه‌شون رو از دست بدن، کندوشون شروع میکنه به از بین رفتن؟ میدونین دلیلش چیه؟ خیلی جالبه. تا زنبورا میفهمن که ملکه‌شون بینشون نیست، همون اول کار تعدادی ملکه کاذب در مملکت زنبورها به وجود میاد و این ملکه‌ها تخم نابارور میگذارن و با این ثمره دروغین و خیالی زنبورهای دیگه رو فریب میدن تا اینکه به تدریج کندوی زنبورها به نابودی کشیده میشه. این ملکه‌های کاذب توی کندویی که یعصوب همون ملکه واقعی خودشون رو از دست دادن معمولاً تعدادشون بیش از یکیه و اینا توی برنامه‌ریزی با هم اختلاف دارن و بعد از اینکه زنبورها رو فریب دادن و خودشون رو به جای ملکه حقیقی جا زدن، هر کدومشون تعدادی از زنبورها رو دور خودشون جمع میکنن و اینجوری میشه که مملکت زنبورها به تعداد ملکه‌های کاذب تقسیم میشه و پاره پاره میشه و دست آخرم نابود میشه. راستی این مسئله شما رو یاد چیزی نمیندازه؟ آره درسته. دقیقاً مثل وضعیت مردم بعد از غیبت امام زمانشون. همون موقع است که سر و کله ملکه‌های دروغین پیدا میشه و با علم ناقص و پر از اشتباهشون خودشون رو به عنوان نایب ملکه حقیقی جا میزنن و مردم رو فریب میدن و اجتماع مردم رو پاره پاره میکنن. دست آخرم جامعه رو به نابودی میکشونن. این مطالب رو سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بیان کرده و داره مردم رو به ملکه حقیقی یعنی امام مهدی علیه السلام دعوت میکنه و اومده تا امت رو از دست این ملکه‌های دروغین نجات بده و مردم مستضعف رو زیر پرچم حق جمع بکنه. یا علی.